پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بهترین عمل در اسلام همینه که نماز در اول وقت کسی بخونه. کسی در اول وقت نخونه وای بر حالش. هممون این مشکلات داریم. هر آدم بامداد همون روز نخونه، شما نگاه کنین که زندگیش معنی نداره. هر مسلمان بامداد چه روز قضا کنه تو بگر مشکلات داره. بامداد چه قضا کنه دیگر نمازاش باور کنه همه مشان قضا میروه. برکت نماز در بامداده. کسی که این کارا رو مسلمان میفهمه، حتی خداوند در قرآن بامداد برای ما تعریف میکنه که خواندن قرآن در بامداد دیگر قرآن است. چی با فضیلتی وای دیگر، برکتی وای دیگر. شما حال مسلمانای چرا اهمیت میتین؟ میخوای که آخری کار به معنی شوی دنیا مومن روی، مسلمان روی، شرمنده نشوی، قرضدار نشوی، به معنی نشوی، نمازا رو کوشش کن در وقتش خون. در عهد حضرت عمر یک جوان یک دختر رو عاشق میشوه، میبینه حضرت عمر مجبور میکنه که اسخولی میکنی، تو خلیفه من میتین. میگه 40 روز ایقافم نماز فرض میخونی 5 وقته، روزی 41 میریم. 40 روز از خفای حضرت عمر اما الله اکبر دریا میکنه و میخونه، روزی 41 میگه بچه‌م اسخولی میره، میگه نمیرم. تو 40 روز پیش گفتی میریم کو؟ گفته حضرت روزی 40 دیدم که همون دختر لایق من نیست، خیلی ایرام که بیرون نگفته بچه‌م فهمیدم که من همین دیده بودم، گفتم بیا من در تعمیر نرم اسخولی. هوای دت نمیشه. اجدادان اولادان نسبان در تو خوب نیست. چرا امروز ما پیشپا میخریم ان این کارا رو رعایت نمیکنیم؟ ما نماز در وقتش خونیم کو ما انسان شناس میشیم، آدم شناس میشیم. آدمای پیش صنف 4 و 5 خوندن، نماز که در وقتش میخون بابا و پدرای ما چشم تمیدی نمیشناختن تا هیچی نداشت، کدمن داشت بیچاره در زمین ده بود، لیکن نماز در وقتش میخون همین به یک نظر میشناخته که همین خیلی بچه‌م همین میگیری، همون کلینه را که میآورد 10 فرزند میکرد خونه رو آباد میکرد. هم خلاص یا نه؟ امروز همش برادرها رسواگی همینه. کسی نماز خداوند در قرآن کتاب میگه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتابه. یکم کتاب هوی میکنی مقدمه داره، ورق میزنی باب یکم داره، باب دوم داره، باب سوم، باب چهارم داره، با تمام میشوه. نماز هر یک رکعت یک بابه، آخرش با دعا تمام میشه خاتمه یو. نماز کتابه. هر کسی یک نماز به معنی خونه یک کتاب خونده. این چرا آدمای به ایمان میفهمن؟ برای مردمی به ایمان و برای مردمی این چور خبر نداره غیر رنگ اوسانه چیزی نیست. ما مسلمانیم، مسلمان باید فکر کنه چیوره. دیومش نماز در وقتش خوندن، این در حیات ما تاثیر کلان داره بسیار. هر کسی غمی نماز میخوره خدا غمی وی میخوره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که 3 حالت آدم نمک ایمان میچشه. گفته کدام حالت؟ همون وقتی نماز میدروه این دکورای همین بدنش جوشیده است که حدا کنه نماز ما جای نماز میکوه، نماز ما در یک جا همین دوا کشو تا نماز جا کوفته خوندنش همینجا مزه ایمان چشیده است. دویم توبه کردگی گناه دا دعوتش میکنن، دوباره دوزخ تا میبینن، میگه من توبه کردگیم، من نمیتونم این کارا کنم دیگه، من نمیرم این کار دا. همون محیط همون رفیقاش برده سیانشا این همین بدنش شیخشه که من نمیکنم این کارا دیگه، من این کار دا نمیرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این آدم ایمان جوشیده است، نمیمونش همون ایمان. برای همین خداوند اولی کارا رو نه عاقبت کارا رو بخیر کنه. دختر شو میتی خداوند آخرش بخیر کنه، بچه زن میتی بخیرش کنه، حج میکنی آخرش خدا بخیر کنه، مسلمانیم آخرش بخیر کنه، تجارت زراعت سر میتیم آخرش خدا بخیر کنه. همین روز شب معراج، ما در معراج قرار داریم. این شب پیغمبر خدا آسمان دنیا تماشا رفتیم، یعنی که پیغمبر برآمدن نزد خدا رفتن. معراج بسیار گوش کردگی ایشانا از داملاها از بزرگا درباره معراج فهمیده گوش کرده، خیلی معلومات هم داریم. معراج این عقیده ای، هر کسی معراج در عقیده نداشته باشه ای دین میبروید. اگر همین رفتن پیغمبر به عالم بالا و پیش خدا و جنت و دوزخ دگو اوسانه ای دین میبروید. برای احتیاج دادن در کار این ایمان آوردن در کار که پیغمبر ما فیلم قیامت همون شب دیدن، پیش دیدن. باید ما این ایمان بیاریم. هر یکی ما و شما ایمان داریم رسول الله حقه، گفتارشان حقه. همین معنی معراج همین است که میگن کی رفت او بر اومد. اگر پیغمبر در باور داشتگی باشه رسول الله رفت.
یا آدم کی رفته او برای دیده اومده که این گپ میزنه شما؟ اگر ایمان داشته باشه حضرت پیغمبر ده، پیغمبر رفت اومده میشه. یکتاش همینه. دویمش همون چیزایی که پیغمبر وعده میداد رفت با چشمش دید اومد. سومش همه پیغمبرها قدی واخورد ایمامشان شد، پیغمبرها تصدیقش کردن که حق پیغمبری در وقتی زمانش هم گفته بودن. این کار در عالم بالا رفت دید آمد بر روح و جسم زمین در فرآمد. در معراج بسیار مسئله ها را حضرت بیان کرد. مسئله معراج سوره و نجم در قرآن که معراج رسول اکرم، جایی که رسول الله او شب رفت یگان مخلوق رفتگی نیست، یگان مخلوق اونجا در نرسید. ما امتی انمیخل پیغمبریم. یک چیز مهمه، ما روز قیامت در اطراف انمیخل پیغمبریم که معراج کرد آسمانه زمین دا اومد. دویم مسئله همین است که خداوند عاقبت هر یک کار به خیر کنه. همین کار آخر شدیدن در کار. یکی از بزرگا گفته که اولین خشت مهمه، یکی از بزرگا گفته نه آخرین خشت مهمه. چی با خداوند آخری کار به خیر کنه. بعضی آدما اول خشت کجاله موندن، آخر ده آدمای بزرگ شدن. زندگی نامه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمرو ابن عاص، ابو سفیان، حضرت معاویه، همینا رو ببینید که در ابتدا همشون دشمن رسول اکرم بودن، اما ساعتش آمد مسلمان شدن، به کدام درجه رسیدن. در اسلام آخر خیش مهم بوده. هممون در ابتدا کجاله بودیم، کارهای به معنی کردیم، دیگه روز فهمیدیم بازگشت کردیم. عاقبت به خیری چیزی مهمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتیان که چی عمل دوست می‌داری حضرت؟ گفته است که خداوند آخری کار خوب کنه. برای همین همیشه آخری کار فکر کردن در کار. یک چند چیزا بوده است که آخری کار خوب می‌کرده. یکمش دعا بوده. امام غزالی گفته است که در هر کسی را دیدم دهنکی غلطید، هر کسی را دیدم بلند شد گفته ای قفاش دعای پدر و مادر بود. همین دنیا در دعا تأثیر کلان داره. برای همین ای آدمای با تقوا، ای آدمای مظلوم، ای آدمای فقیر، ای آدمای دلشکسته دعا گیره، دعاشون قبول است. برای آخری کار دعا آسمان گریان میکنه، دعا عرش خدا را میجمه. ما و شما باید در مسئله دعا به نهایت احتیاطکار باشیم. پیغمبر ما زیاده از 60 جای قرآن داشته کلمه دعا آمده، ربنا ربنا ربنا. حضرت دعاها را دوست می داشتن. یک تاش کلمه ربنا آتینا فی دنیا حسنتن بود، همین دعا را دوست می داشتن. حضرت در بسیاری حدیثاشون اشاره کردن که من دعای اهدنا الصراط المستقیم دوست می دارم، خدای من برای رو هدایت کن. حتی پیغمبر خدا بعد هر نمازشان همین دعا را می خوندن. کدام دعا؟ خدایا این صلاتی نمازم و نسوکی قربانیام حجم و محیای زندگیم و مماتی مردنم همش برای تای، من مرگ مسلمان تی. برای همین دعا کنیم که خداوندو ما را مرگ مسلمان تی. بسیاری آدما به زب میمورن، در یک حالت میمورن که به شهادت میرن، در معصیت میرن. به حد ما در این شهرها بسیار مرده ها را گور کردیم و دیدیم، مرده های را یافتیم برادر، یک پنجه خاکستر یافتیم. شما شاهیده. من همین در این گچ نبود، یک مقصد فابریک بود، یک زواد بود که مقصد در همون خاکای پرخ بود کفید. ما رفتیم در همونجا چند تا مرده ها را چند یک کندچه یافتیم. شما شاهید این کار داد ترکیده بود. یعنی می خمق مرده ها یافتیم. توبه، یک جای تعجب و توبه. دعا کنیم که خداوند ما را این دنیا مسلمان بره و درست به همین بدن درست ما را این دنیا بره. عاقبت کار خدا به خیر کنه. آخری کار چیزی مهمه. یک درباره آخری کار یک صحبت از مثنوی شریفه حضرت رومی در بحثش میبیاره، درباره آخری کار یک بحث کلام میبیاره و میگه آدم همون روزه که به دنیا میبیاد خشت اول، کودکی، باغچه، مکتب، جوربازی، کلان، جوانی، دانشمندی و میبی آخری کار، همه همینا را در داخل یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. همون کیسه‌چه رو هوی میکرده که دوره مکتب،
اینجا هوی میکره که میانه مکتب تمام شوی همین خیلی دانشگاه آخران کیسه رو در درش همین خیلی موندگی بوده است همون را انسان هوی میکرده ایدرنش میگرفته میخونده که نوشتگی بوده در همونجا که همش هیچی برادرو هر یک فیلم آخرش هیچ تمام میگه زندگی ما هم یک فیلم های بدی ها نکی ها پسی ها بلندی ها یه روز هیچی مکتب بچه بودیم دانشجو شدیم اویلادار شدیم خاندار شدیم نبیرادار شدیم کلان شدیم یک روز آخران کیسه رو هوی میکنیم هیچی میریم خوشا به حال آدمایی که پیش هیچی فکر کنه هیچی های همون روز نشوه هوی کنیم که هیچی بوده و دیر شوه که هیچی نداریم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین ارواح شمرم که چگونه یک شخصیت بزرگم عاقبت کار یکش به دعا بوده دعا تأثیری کلان داره حتی که بینه در آیین یهود یک دیواری هست با نام دیواری ندبه هم خیلی دیوار دارن ندبه همونجا برای خط میمونن کتابچه شد پیش همین دیوار میرن گریه کردن میگیرن دیدگی هم در همون خود زمینی فلسطین همون دیواری ندبه یعنی که همون به معبد سلیمان که در تگ زمین هم رفته رسیدگی همونجا خط خدا میخونه گفتن خیلی خرافات افسانه ها دارن همونجا میرن دعا میکنن در آیین یهودیت که زیرکترین مردمان دعا میکنن خدا میدونه که چقدر زیرکن با میرن دعا میکنن اما دین ما دعا عبادت های دعا کنیم که خدا عاقبت کارا بخیر کنه فرزندامون برای راست هدایت کنه زنامون توفیق ده این چیزی به حد مهمه شما میدونه که یک مدینه یا زن یا اولاد شرمنده میکنه یا بیرحه باشه یا اولاد مردکش گاو زدن نمیتونه ما در صدها مجلس این کارا نشیندگیم برای خداوند همین دخترای ما را ماده های ما را برای راست هدایت کنه توفیقشان ده دویمین چیزی که عاقبت کار به خیر میکرده آخری کاری ما را خوب میکرده نماز در وقتش خوندن بوده کسی نماز در وقتش میخونه پیغمبر خدا کدام عمل بزرگه که در زندگی ما معنی داره زندگی ما را خوب میکنه از صلات وقتی ها نماز در وقتش خونه کسی نماز در وقتش نمیخونه کارش معنی نداره نماز در وقتش فرضه نماز در وقتش فرضه این همش گپه او آخری وقت انا گذراندم این زیاد شدنگیر آخری وقت آدم با منافق میشوه نماز در وقتش فرضه انا میجا مسلمانی معلوم میشوه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون سوره آیت الذی دوزخ باد بر اون نمازخانه کدام نمازخانه همون نمازخانه‌ای که نماز وقتش گذرانده میخونه این نماز میداره و میخواد نمازش میخونه اشاره داریم که کسی نماز در سری وقت میخونده خدا در تمام کاراش برار میداده کسی اگر 40 روز تکبیر شقتی تکبیر امام دراز میکرده 40 روز الله اکبر امام قتی الله اکبر دریاب میکرده پروردگار نمک ایمان میچشانده شه امروز الله اکبر امام موندگی امام یه رکعت تمام میکنه مردم گپ زدن ما خودمون اهمیت نمیتیم چیورا این یک کارایی هست که به حد در زندگی ما رول بازی میکنه همه چی باشه دمجه سشاق نباشه همه چی باشه کورچه نباشه یه چیزی هست رول بازی میکنه چون مهمه ماشینه هست نه که سوزانک نداره کی در کار ماشینه این چیزای هم خیلی یک چیزای نازک این نماز در وقتش خوندن در کاره نماز در وقتش فرضه کسی نماز در وقتش خونه سوداش هم میچرخه تجارتش هم میچرخه زراعتش هم میچرخه زندگیش پیش میره دعا میکنیم که خداوند دکان رو برکت یا از آفت و بلاها محفوظ داره این ماهی رجب قبول کنه این خیر قبول کنه این برادر ما محمد علی رو فرزنداش عمری دراز تنی صحت خاطر جمع دکانش فیض برکت یا این مومنین خدا دست برداشتن خدا فیض برکتشون تا گذشتهاشون رحمت و مغفرت کنه عاقبت کار ما رو خدا بخیر ایمان ما به سلامت کنه آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.